احتمالاً هر شب قبل خواب از خودت بپرسی چرا رابطه‌مون همیشه یه جور تموم میشه؟ چرا مدام به پارتنرم میچسبم و ترد شدن انقدر واهمه دارم؟ یا برعکس، چرا تا یکی نزدیکم میشه دلم میخواد فرار کنم؟ اگه این سوالا برات آشناست، تو تنها نیستی. اینا فقط یه سری رفتار نیستن. اینا نقشه‌هایی‌ان که در کودکی تو کشیده شدن. سبک دلبستگی ما یه جور قرارداد ناخودآگاهه که با اولین آدمای زندگیمون بستیم. اگه نیاز عاطفی ما به موقع و به اندازه کافی برآورده نشده، مغز ما یه سری راهکار دفاعی یاد گرفته که اسمشو می‌ذاریم سبک دلبستگی. اگه همیشه نگران بودی که تنها نمونی، شاید تو کودکی نیازت به توجه همیشه با تایید دیدن بوده. اگه همیشه حس می‌کردی باید خودت همه کارو انجام بدی، شاید واقعا کسی نبوده که همیشه تکیه‌گاهت باشه. حالا که ریشش رو فهمیدیم، بیا ببینیم این نقشه‌ها چجوری خودشون رو تو رابطه ما نشون میده. اولین دلبستگی ایمنه. اینا همون کسایی‌ان که تو رابطه حس ثبات دارن. چرا؟ چون تو کودکی حس ثبات رو تجربه کردن. توی رابطه کاملا اعتماد میکنن و توی درگیری‌ها آروم‌تر رفتار میکنن. دومین دلبستگی مضطربه. اینا همونایی‌ان که مدام به پارتنرشون میچسبن، مدام دنبال تاییدن و از تنهایی وحشت دارن. انگار یه سوراخ عمیق عاطفی دارن که هیچ وقت پر نمیشه. دلبستگی اجتماعی همونایی‌ان که استاد دور شدن و استقلال ساختگیه. تا رابطه جدی میشه، از رابطه زرد میشن چون نزدیک شدن مساوی با چهارمی دلبستگی آشفته یا ترسناکه. اینا ترکیبی از دوتای قبلی‌ان و یه لحظه میخوان دنیا رو به پای پارتنرشون بریزن، یه لحظه دیگه کلا ازش فرار میکنن. یعنی رابطهشون مثل یه فیلم اکشنه که پر از فراز و نشیبه. دوست من، بگو ببینم به نظر خودت تو کدوم یک از این انواع دلبستگی رو داری؟